از همین این ماه دیما 2 تا سهمیه مردم میگیرن. یه سهمیه عادی همیشگیشونه، این که سر جاش خواهد بود، سر جاش هیچ تکون یه لیتر کم نمیشه. از همین امشب سهمیه یه لیتر کم نمیشه، برقراره. برقراره اون سر جاش، این سر جاش، این ادامه داره. تو دیما 2 تا سهمیه داریم. یه سهمیه این که برقراره، یه لیتر کم نمیشه. یه سهمیه هم یه ذره کم شده که 100 تومانی میخوان بدیم. بله. پس هیچ که نگران نباشه که کم نمیارن، کم نمیارن، هیچ قیمتش هم مناسب، مشکلی نداره. توجه کردید؟ بله. برای ماهای دیگه هم خدا بزرگه. اولا آقای رئیس جمهور ما اینقدر دلرحم بله. آقای رئیس جمهور اینقدر دلرحمه که ما وقت میریم گزارش میدیم میام مثلا مشکل دارن مردم، ایشون طاقت دیدن مشکل مردم رو واقعا نداره. توجه کردی؟ حالا خدا بزرگه. حالا دیما که 2 تاشو سهمیه شد. ببینیم حالا ما بعدش چجوری میشه، چجوری خواهد شد. دوست عزیزی پیامک زدن و گفتن که آقای رویانیان گفته بودند کسانی که سوخت کمتری استفاده میکنند هدایایی به آنها تعلق میگیرد. از ایشان بخواید آیا به کسی گفتن آقا هدیه رو دادن یا نه کسانی که سوخت کمتری مصرف میکنن؟ من فکر کنم آقای رویانیان مردم یادشون رفته. خیلی چند وقت پیش گفتین شما فرمودید. گفتم خیلی وقت احتمالاً یادشون رفته مثل مال سوخت. بله. ببین آقای صفدری، ببین کم لطفی نشه. این سوختی که مردم ذخیره کردن چه هدیه‌ای بالاتر از این که در حالی که سوخت آزاد میشه قیمتش مال اونا همون قیمت میمونه و ما هم بی‌انصافی نکردیم. ما بعد هر جزاء الاحسان الا الاحسان. اونا خوبی کردن، ما خوبی کردیم. اما واقعا این برادرمون راست میگه. یه مصوبه داشتیم در سال 87 که وزیر نفت وزارت نفت موظف یه پاداش و یه کادویی هدیه‌ای رو قرعه کشی کنه به اینایی که چی هست هنوز نکردن دیگه. الان وزیر نفت هم عوض شده. با آقای دکتر میرکاظمی الان ما بگیم میگه قبلیه نکرده، من چرا باید بکنم؟ حالا آقای میرکاظمی هدیه‌اش اینه که بنزینای 100 تومانی رو 100 تومانی نگه داشت. خدا وکیلی وزارت نفت اگه نرم افزارش نه یعنی واقعا این کار حالا میکنن. مردم بعضی وقتا به من ایراد میگن تو چرا میخندی وقتی این مسائل با این مشکلات و اینا رو دارن صحبت میکنن یا بحث خیلی چیز میشه. میخوام بگم که خندیدن هم خودش یه مکانیزم دفاعیه.